زرتشت معروف به زردشت پیامبر ایرانی است که حدود 1000 سال پیش قبل از میلاد در ایران ساکن بوده است. او پیامبر دین زرتشتیان است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دین‌های جهان شناخته می‌شود. زرتشت در مقالات خود به موضوعاتی همچون اخلاق، دین و زندگی روزمره پرداخته می‌شود و این نظریات بر پایه ترکیبی از دین، علم و اخلاق بنیان گذاشته شده اند. دین‌های دیگر هم در چند چیز با دین زرتشت مشترک هستند، مثلا روز قیامت، روز جاودان شدن روح انسان، روزی که زمین نابود می شود. زرتشت دینی با عدالت است، چون یکی از پایه‌های دین زرتشت کردار نیک به معنای عمل نیک است.